اژدر تقی‌زاده رئیس شورای دائمی کنگره آذربایجانی‌های جهان با اشاره به اختلافات درونی در دولت ایران گفت این اختلافات خیلی ریشه‌دار از آن است که آنها می‌خواهند نمایش دهند. وی در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی شبکه تلویزیونی ATV اینترنشنال با اشاره به اینکه مسئولان ایران برای پنهان کردن این اختلافات درونی تلاش می‌کردند گفت ولی نتوانستند. در انتخابات آخری که انتخابات ریاست جمهوری که انجام گرفت اینا فقط تلاش کردند تا 2 سال این مسائل را پنهان کنند، مسائل درونی فلان. اما کسانی که در ایران در سر حاکمیت هستند، یعنی اقتدار این حاکمیت هستند، هر کسی برای خودش یه دیدگاهی داره، حتی درون دین و مذهب هم یه دیدگاهی داره. اژدر تقی‌زاده همچنین با اشاره به افزایش اتهامات متقابل مقامات دولتی در ایران افزود حالا اینها از هم فاصله گرفتن، اما مسئله تنها بر روی مسائل حجتیه و اسلام افراطی و غیر افراطی و مسئله حضرت امام زمان نیست. مثلا اینها متهم میکنن رئیس جمهور و باجناق ایشان را که آقای مشایی افراطی است و نمیدونم جادو و جنبل را دنبال میکند، یه دسته اونجا جمع کرده اینا طرفدار جادو و جنبل هستن، امام زمان را میخوان بیارن. مسئله اینا نیست، مسئله ریشه دارتر از ایناست. تقی‌زاده دلیل اصلی این اختلافات درونی را منوط بر مسائل اقتصادی از جمله فساد اقتصادی در ایران خواند. مسائل اقتصادی و تورم در ایران وحشتناکتر از ایناست. همونطور که میدانه در ماه‌های اخیر این گرانی، این تورم به اندازه بی‌سابقه‌ای، وحشتناک بی‌سابقه این بالا رفته. حساب بکنید که کشوری که کم کم سالیانه بین 88 میلیارد تا 150 میلیارد دلار درآمد نفتی فقط دارد، درآمدهای دیگر پولای نفت برباد رفته. رئیس خزانه یک دفعه گفت هفته‌های اخیر گفت ما در خزانه هیچ پولی به عنوان ذخیره ارزی نفتی نداریم. یعنی هر کس هر چی برداشته رفته و گرانی هم قوقا میکند، بیکاری قوقا میکند، جوانان بیکار و معتادین زیاد، یعنی صحبت میلیون ها نفره و فحشا صحبت میلیون ها نفر است. یعنی رژیم در حالتی است که همه به فکر خودش است، کشتی سوراخ شده، همه فرار میکنند. اژدر تقی‌زاده همچنین ابراز عقیده کرد ادامه اعتراضات مردمی در کشورهای عربی از جمله در سوریه در نزدیکی مرز ایران موجب نگرانی سخت دولت تهران شده و به همین خاطر از هر گونه تظاهرات اعتراض‌آمیز در داخل ایران به طور قاطعانه جلوگیری می شود.